من اینجا یک سوال میگذارم به این اورپاتریوت های ملی خودم. حالا من با قرقیز ها کار ندارم که در این شب و روز با سوء استفاده از این وضعیت دیگر خودشون را پاتریوت اعلان میکنن، همه ما رو باز دوباره دشمن و خائن اعلان کرده ایستادن. حالا واقعا هم دل شما با سرزمین تاجیک میسوزد؟ واقعا هم شما برای این مرز و بوم تاجیکستان، برای هر یک وجبش همون طوری که میگید جان ما را فدا میکنیم برای واروخ و واقعا همین طور هسته، یا این یک موج هست که همه رو فرا گرفت و شما هم یک باره در یک روز تبدیل به یک پاتریوت شدید؟ اگر چنین هست چرا وقتی که محیدین کبیری در پارلمان تاجیکستان خودش به تنهایی ضد دادن زمین به همسایه کشور به چین برآمد کرد و موقع گیری کرد، ما گفتیم که این خیانت است چون که در پشت ملت این داد و گرفت انجام شد بدون مشورت با ملت با مردم، در کجا بودید شما؟ چرا خاموش بودید؟ چرا وقتی که در همون جلسه پارلمانی وزیر وقت خارجه تاجیکستان جناب ظریفی مرا متهم کرد که من منفیت‌های تاجیکستان را نمیدانم و این را یک پیروزی بزرگ دیپلماتی تاجیکستان معرفی کرد، شما در کجا بودید؟ من نخوندم یگان مقاله از شما، یگان پیام، یگان اتهام کردن و این روحیه گویا بنام پاتریوتیسم شما را که من برای هر وجب خاک تاجیکستانم مبارزه میبرم، چرا نرفتید در بدخشان بیستید و اون مرز و بوم تاجیکستان را حمایت کنید؟ پس چگونه باور کنیم که امروز شما واقعا این حرفا را از روی تبلیغات و از روی منفیت‌های سیاسی نه بلکه همچنین یک وطن دوستی واقعی بیان میکنید؟ اون روز وقتی که من تنها موندم در پارلمان، هیچ کس از حزب خلق دموکراتی، از دیگر وکیلان، از این فعالانی که امروز در شبکه‌ها از اونگر شروع کرده تا روزنامه‌نگاران دیگر همه خاموش بودید. چی شد که یک بار همه وطن دوست شدید و کبیری و اون کسانی که در موقع واقعی ملی ایستادن با مردم واروخ شب و روز در پهلوی آنها هستند، اینها تبدیل باز به خائن و به وطن فروش شدند؟ ببینید دوستان عزیز، من مردمی تاجیکم مردمی ساده نیست و مردمی آگاه است، خوب و بد را فرق میکند، پاتریوتیسم فالشیوی را از پاتریوتیسم واقعی جدا کرده میتواند. بله امروز دیگر حالا فضا و موج گویا به طرف شما هست و شما گویا میخواهید از این سوء استفاده برید، اما تاریخ است، اون رو هیچ کس فراموش نکرده است. اون حادثه دادن زمین، خاموشی این پاتریوت های امروزه، موقع حکومت تاجیکستان همگی 10 سال پیش بود، در اینترنت هست، در تاریخ ثبت شده است و برای این باید که همه باید جواب بگیم. بعدا واقعا هم اگر ما وطن دوست هستیم و همونطور که این شعارهای بالاخانه‌دار رو میپرتاییم، اگر برای هر وجب خاک تاجیکستان اگر تلاش میکنیم و مبارزه میبریم، شوخی نیست برادران عزیز. طبق سندها 1010,000 کیلومتر کوادراتی خاک تاجیکستان بدون آنکه چشم کسی خم بخورد یک میژه بزنه داده شد. طبق آمار، طبق استاتیستیک، این بافته من نیست، بگیرید شما سندها رو، حداقل ویکی‌پدیا رو نگاه کنید. در روزهای پاشخوری اتحاد شوروی تاجیکستان 143,000 کیلومتر مربع تریتوریا داشت، قلمرو داشت. امروز چقدر داریم؟ 141,4 کیلومتر مربع. 1100 کیلومتر به طرف خطای گذشت. سوال با وجود میاد که 600 کیلومتر مربع تریتوری تاجیکستان کجا شد؟ در این بین به کدام کشور داده شد؟ رحمانوف این مرزها را گجا کرد. شما پاتریوت های رسانه‌ای و دیوانی که امروز کبیر را متهم میکنید، شما این را جستجو کردید؟ سوال گذاشته در نزد پیشوایتان که جناب رحمانوف اگر 1100 کیلومتر مربع رو به خطای دادی، حالا بحث این جدا هست، 600 کیلومتر دیگر کجا شد؟ شما باز برگردید به سندهای، باز هم با همون ویکی‌پدیا، با گوگل، با خریطه امروزه تاجیکستان 141,4 کیلومتر مربع. کجا شد 600 کیلومتر مربع؟ 600 کیلومتر مربع میدونید چند واروخ میشود؟ چند ناحیه میشود؟ ناحیه بابا جان غفوروف 300 کیلومتر مربع.
استراوشن ناحیه، من شهر رو نمیگم، 700 کیلومتر مربع. بعض شهر و ناحیه های ما همین مقدار مساحت دارن. شهر دوشنبه 4 برابر مساحت شهر دوشنبه، 4 برابر مساحت پایتختمان وجود نداره دیگر. باز تکرار میکنم، جدا از اون سرزمینی که به خطای داده شد. کجا هستید؟ کنی صدای کی بلند می شود؟ من از یک چیز میترسم، از آن میترسم که بسیاری از هموطنان ما به همون بیماری مس پسیخوز داده میشوند. اگر دیدن که یک نفر، 10 نفر، 20 نفر یک حرف رو تکرار کرد، اینا هم تکرار میکنن. اما ببینن که همه خاموش است، فقط بعضی ها صدا بلند میکنن. همون طوری که در 10 سال پیش برای این سازشنامه که پنهانی از ملت بسته شد با کشور همسایه چین صدا بلند کردیم، تنها موندیم. و نه تنها موندیم، وقتی که روزنامه نجات مقاله ها چاپ میکرد، به من معلومات دقیق رسید که مقامات تاجیکستان همون صحیفه هایی که نجات مقاله مرا، مصاحبه مرا یا سرمحرر چیزی می نوشت، همون شماره را برده در سفارت چین بالای میز سفیر میگذارند که ببینید ما این زمین را دادیم، یگانه حزبی که علیه این سازشنامه است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. اگر اینا سر قدرت بیایند مناسبتشون دیگر میشد. ما را کمک کنید که اینا سر قدرت نیایند، چون که اینها مقاله نوشته ایستادن و تنها همین گروه صدا بلند کرده ایستاده است. و چند تا باز روزنامه‌نگار و چند نفری وطن دوست دیگر که اونها نیروی سیاسی نبودن، اونها شخصیت بودن و این چنین